شناخت پدیده سکولاریسم، بخش 11. اسباب و علل شکلگیری سکولاریسم در جامعه غربی. در مباحث گذشته در مورد علل و دلایل شکلگیری سکولاریسم در جامعه غربی توضیحات ارائه شد. در این مبحث امور اساسی و علل اصلی این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 1. طغیان کلیسا. مهمترین و اساسی ترین علت شکلگیری و رشد سکولاریسم در جامعه غرب طغیان و سرکشی کلیسا و مراکز دینی بود. طغیان در ذات خود امری شوم و بیماری خطرناک است و نشانه نقص ذاتی و کم شخصیتی فرد و حرکت بوده و ابزاری اشتباه و مرض ویرانگر است. طغیان یا سرکشی اگر از جانب حاکمی بتپرست یا رهبر مادیگرا صورت گیرد به نوعی معقول خواهد بود، اگرچه شناعت و بدی آن را هیچ عقل و ضمیری تأیید نمی کند. اما در صورتی که از مردمانی صادر شود که در نگاه جامعه و عموم مردم به عنوان رجال مقدس و پیام رسانهای صلح و طلاب آخرت شناخته می شوند، تحمل آن بر نفس انسان دشوار خواهد شد و قبول آن از ذهن دور خواهد بود. نفس بشری هیچگاه از طغیان و سرکشی خالی نبوده است، اما خشیت و ترس الهی و اینکه وی را حاضر و ناظر بداند و خود را در مقابل قدرت او تعالی عاجز بداند مهمترین مانع در مقابل آن است. لیکن کلیسا از عمل به این موارد خالی بود و همین چیز باعث شده بود که به شرکتی دنیوی که طمع در نفوذ اجتماعی و متاع زودگذر دنیا دارد تبدیل شود و سپس به وسیله ابزار مختلف تبدیل به قدرت شده بود که استبداد و ظلم را پیشه خود قرار داده بود.